دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 10 اپریل سال 2026 می باشد. قرار داریم در جماعت دهات زرکمری ناحیه قبودیان و ما امروز در گرد زمینمون این زمین ما می باشد. در گرد زمینمون چهارمغز پیکان شنونده استودیم. چهارمغز پیکان میشنونیم. 100 دونه رفت کمی کرد باز میبیاریم. داریم حالی در خونهمون در باغ چورباغ ورزابده. خدا خواهد این پیکانو در اینجا شنونده پیکانهای کلان کلانی بزیبی خوش رو میکنیم. ما ما شنونده آمده ایستادیم. هر یک 10 متر در یک شنونده ایستادیم. 8 متر 10 متر 8 متر اینجا 8 متر شنونده ایستادیم. بسیارتر رود گفته دمک عمر کوتاه هست تستر کلان شود بینیم. اگر که ساخ سلامت باشیم کنده پرتوه من این خیل شنونده ایستادیم. بینید چقدر میشنونیم. از این پیکان ما داریم در فروش 130 سومونی با تلفن 988 3059 99 زنگ زنید کدامی خواهشمند است. 988 3059 99. ارکین بای سلام. و علیکم سلام. کنی یک شنونید کن شما من خیل میبری خالتش هم خیل میبره یو من خیل میشنونید بینید خوشرار کردن میمونه و خاکی روی زمین میپیچونید. خاکی که از زمین گرفتید نای پرتوید و خاکی دیگر خاکی روی زمین رو میپرتوید. دوستان عزیز پیکان رو ما میشنونیم. پیکان چیست؟ پیکان این خودش یک چهارمغز است. چهارمغزی که از همه قیمت است در جهان. در این بازار خود ما کیلوش 120 سومونی. در ناحیه قبودیان بسیار پیکان خوب می شود. هست و پیکان های محلی خودمون صفتش پست. این پیکانی امریکایی می باشد. به نهایت صفت خوب کلان کلان بزرگگذر. کدام شنوندگر از این پیکان آینده ما رو رحمت میگوید راحت میکند. پیکان رو پیوندی میباشند. پیوند کرده شده است هر یک پیکان. من هم درون عزیز ما شنوندیم تمام دل شد بیخینش سوم زن کم ترک بیخینش رو سوم میزنیم. از همین جویبار آب سر میتیم میبیاید. من ها اونجا همه حشرکی ها چقوری کنده رفته ایستادن. از پسشون شنونده ایستادیم. ما گفتن امانت که این زمین خالی ده انگور میشنونیم. مثلا ما یک 30-40 هزار دونه 20 هزار دونه انگور میشنونیم. انگور نهال ده نهال برای شما بسیار تر میکنیم که نهال ارزان شود. یک جای عجایبش است که اینش نرکینش برو من نگست بنمینین. ولی نرکین رو ما میبریم. همون نرکین رو بر جوره. همون نرکین رو بر. نرکین رو بر. از پیوان پویان بر اومدگی جو رو ما میبریم که قوه اساسی رو هوای میگیرد. ما قچی نآوردیم انا کرچه قدی بریدیم. انا پردو اکن شنونه. اول قوازش هم بری هیچ گپ نی. تمام دید من از ایران آوردگیم بینید پیکان دیدید چهارمغز پیکان نویسنده شده است. اما من اونقدر عربی خونده نمیتونم اونه که پیکانش خوندم. اینجا چی نویسنده شده است؟ گلستان بذری گلستان محمدی باشد کی باشد. خلاصی گپ من این پیکان رو شنوندیم. قومای ها رو ریشه رو گرفتم میپرتویم. همدوران عزیز
ногуфтанам монад. Пекан 988 3059 муроҷиат кунед. 130 сомонӣ кам монда аст. 100 дона ҳаст ё нест. марҳамат, харидорӣ кунед, пекан шинонед ва роҳат кунед оянда аз пеканатон. ғумаашро бардор. Ана дар панои худо бошед. ба касе маъқул бошад як лайк монад.